السلام علیکم و رحمت الله. صدا بسیار ضعیف است. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی السلام علیکم و رحمت الله. جوانای عزیز، وزیر صاحبای محترم، رئیس صاحبای گرامی، تاجرای میهن، خانمها و برادران، دکتر صاحبا، انجینرها، وزیرا، رئیس صاحبا، احتمال است که رئیس وزرا در مابین شما باشن. در شکی نیست. شما آینده ما هستین. شما ستون فقرات ما هستین. جوانای عزیز، شما تا آخر دمی چوکی تحصیلی تا نیستین. بخیر لیسانس میشین، ماستری میگیرین، پی ایچ دی میگیرین، یک انسان مؤثر میشین. حال این سوال باید از خود بکنیم که آیا ما امی اهداف داریم یا خیر؟ برادرها و خواهرها، ما و شما در روزهای بسیار مبارک قرار داریم. در رمضان مبارک، در عشر اواخر. آیا شما میخواین که به اهدافتان برسانین خدا؟ میخواین؟ میخواین یا میخواین؟ اگر شما خواسته باشین، شما یقین بکنین که امی موسم دعایتان است. به خدا ان شاء الله اهدافی که شما به خود تحدید کردین، حتما ان شاء الله شما خدا به اهدافتان ان شاء الله میرسانین. یک وقت میاد ان شاء الله که شما وزیر باشین، شما رئیس باشین، شما بیزنسمن ما باشین، بخیر دکترای ما باشین، انجینرای ما باشین، اگر شما خواسته باشین. این اهداف بسیار خرد است. اهداف کنانی است که شما یک بسمه تان بانین، یک یادگارتان در جامعه شما بانین. یادگار باشه که پس از قبر به ما و شما سبب روشنایی شود. برادرای عزیز، ما و شما بسیار زندگی مختصر داریم. شما یقین بکنین وقتهای خود باید در چیزای به هدف مصرف نکنیم. ما و شما باید اهداف داشته باشیم. ما در صنف 7 مکتب بودیم. صنف 7 مکتب. تقریبا عمر ما 15 سال بود، تقریبا یا 16. 15 بود یا 16 تقریبا. ما یک اذکار جور کرده بودیم، جمع کرده بودیم. چند روز پیش هم افغانستان رفته بودیم، دیدیم که برادرها و خواهرها به این اذکار میخوانه. باز ما برادرها گفتم که شما چاپ کنین، برادرها با شما توضیح میکنه. مخدوم و محترم شما باز توضیح کنین با دوستا. دیگه شما هم هر یکیتان باید تألیف داشته باشین، باید کارنامه ها داشته باشین، باید برنامه ها داشته باشین. بخیر که شما وقتی که جوان میشوین شما خدا به یک جای برسانیم. شخصا ما من حیث رئیس مؤسسه اوتید در حق شما مقصر هستیم. مؤسسه انکشاف استعدادها و کار آفرینی که بنده فقیر رئیس مؤسسه، در حق شما ما مقصر هستیم. امروز آمدیم که یک صفحه نو امرایتان ما خلاص بکنیم. بخیر در خدمتتان باشیم، پرسانی شما را بکنیم و احوال پرسی شما را بکنیم و امرایتان باشیم. شما لطف کردین، ما را در حرج ماندین که شما این برنامه ترتیب کردین، باید ما ترتیب میکردیم. هدف این است که از برادران در کنسولگری استاد شرف صاحب، دیگر برادران نورانی صاحب هم تشکری میکنیم که اونا هم آمدن که احوال پرسی شما را بکنن. شما کجا هستین؟ چی نیازها دارین؟ شما ما تسبیح میگین. تسبیح فارسی چی میگن؟ چه سر تسبیح است؟ تسبیح ما تلگرا کن. شما ببینین چه شوخی تسبیح داری گوره دیگه. امی تسبیح شما میبینین، امی دانه ها شما میبینین. ای پشتون است، ای ازبک است، ای تاجیک است، ای ترکمن است، ای شیعه است، ای سونی است،
ای فلان است، ای علان است، ای قندهاری است، ای وردکی است، ای لغمانی است، ای جلال آبادی است، ای فلانی است، ای علانی است. زیبایی بینی تسبیح امی تار میته، امی تار نیست. اگه پاره شوه بازی جایش خدا نسته در کسافت دانی است. امی تو نیست. پس ما و شما باید با هم باشیم، باید نزدیک باشیم. مشکل نیست که اختلاف داریم. ما امروز لنگی بسر کردیم، شما کلا بسر کردیم. کسی پکول بسر میکنه، کسی هم بغیر از کلا هستن. مشکل نیست. ما یک انسان هستیم، یک افغان هستیم و یک مسلمان هستیم. به نظر ما یک انسان اگر انسان درست نشوه نمیتونه که یک مسلمان خوب باشه. پس بیاییم که با هم یک جای شویم، بیاییم که وطن خود ما و شما خود درست بکنیم. ترکیه وطن دوم ما و شماست. ارتباطات ترکیه و افغانستان بسیار ارتباطات دوستانه است. شما میفهمید که ما افغان‌ها اینجا شهید داریم. شما میفهمید که زنای ما طلای خود پروختن و پیسه به مجاهدین ترکیه روان کردن. شما میفهمید که یکی از کلانهای ما با وزیر خارجه خود گفته بود که در کنسولگری و در سفارت شما یک جای بتین به ترکیه. اگر جای ندارین یک اتاق هم اگر داشته باشین نصفش به ترکیه بتین، نصفش از افغانستان باشه. پس ما ارتباطات خوب داریم، ما دوست هستیم با هم. ترکیه وطنی است که ما و شما خود اعداد میکنیم، خود ما جور میکنیم به خاطر مدیریت وطن خود. برادران و خواهران میخوایم که گپای ما بیشتر شود. فقط این میخوایم که روزهای بسیار مبارک ما و شما قرار داریم و این روزها بسیار به زودی تیر میشه. بیاین که با هم یک جای شویم، بیاین که از این کم روزها که باقی مانده از این استفاده بکنیم. ما یک دقیقه در رمضان داریم، دقیقه رمضانیه. میشه در سوشال میدیا ما تعقیب کنین به نام دکتر حیات الله عتید، در اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب و فیسبوک به نام دکتر حیات الله عتید. ما اول امرای جوانا تصمیم گرفته بودیم که بیاین که یک پلان جور بکنیم برای رمضان. بعدشان گفتن که ما پلان نمیتونیم که جور بکنیم. باز ما گفتیم که مشکل نیست، ما هر دقیقه براتون 60 ثانیه یک معلومات میتیم اون رو تطبیق بکنین. ان شاء الله که از رمضان درست استفاده میکنیم. ما یک پرسان میکنیم همه کتابا که به ما و شما نازل شده، قرآن کریم و سوره سته و همه کتابا، از شما و شما چی میخواین؟ چی میخواین؟ یک چیز میخواین، ای انسان مستقیم باش. و ما و شما در نماز هم دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم. فقط شما یقین بکنید این مسیج های که از طریق واتس اپ به ما و شما میاین و ما و شما تسلیمش میکنیم، فقط امی واتس اپ ها هم اگر ما و شما در زندگی خود تطبیق بکنیم ما و شما جور هستیم، ما و شما بخیر هستیم. بیاین که فکرای کلان داشته باشیم. فکر تنها کفایت نمیکنه. کلانترین مخزن افکار مقبره است. کلانترین مخزن افکار قبرستان است. شما برین ببینین، استاد شوین. این مردمی که در قبرها هستند به فرموده جناب استاد عابد صاحب کسی کارهای خوب کردن رضی الله عنه ما میگیم، رحمه الله ما میگیم، نه باز مردم است با اینا لعنت الله هم ما و شما میگیم. پس بیاین که افکاری که ما و شما داریم از این افکار ما پروژکت جور بکنیم، پروژه ها جور بکنیم، برنامه ها جور بکنیم. بیاین که ما و شما فقط و فقط به بخش تنظیری و به بخش نظری کفایت نکنیم. راځي چې خپل کوم افکار چې د خپل ژوند کې تطبیق کړو. زموږ تخصص وایي think big, work small, action now. فکرتان باید کلان باشه. فکرتان باید کلان باشه. فکر همه تانی باشه که باید افغانستان ما جور بکنیم. تاریخ ثابت کرد برادران و خواهران، بیرونها که آمده بودن نمیخواستن و نخواستن که افغانستان جور بکنن. 3 بار انگلیس آمدن، 1 بار روس آمدن، باز امریکایی‌ها و امراش ناتو آمدن، همشان افغانستان قبرستانشان شد. اجداد ما و شما به انگلیس ناکامی داد، پدرهای ما و شما به روس، جوانای ما و شما و برادرای ما و شما به امریکا و به ناتو. هیچ کس نتونست که افغانستان جور بکنه. پس بیاین که ما و شما think big مایی باشه که ما و شما باید وطن خود جور بکنیم. با فکر خود، با اراده خود، با اسلام خود. work small، کار خرد باشه. یک پروژه خرد جور بکنین. یک یتیم در قشلاقتان دارین کفالتشان بکنین.
یک بیچاره دارین، همکاری بکنیم امرایشان. خودتان نمیتونین به دیگه کسی وسیله شوین که امرایشان همکاری شوه. اکشن ناو، فوراً شروع بکنین. پس بیاین که فکر ما و شما کلان باشه به خاطر اعاده اعمار بیهان ما و شما، و نه تنها وطن، حتی به سطح امت فکر ما و شما باشه. در غزه چی میگذره باید فکر اونا هم باید باشه. مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. پس ما و شما یک جسد هستیم. چیز نمیتونیم دعا بکنیم، در سجده دعا بکنیم. کار ما خرد باشه خود فوراً باید ما شروع بکنیم. از خداوند جل جلاله توفیق میخوایم که چیزی که ما و شما یاد میگیریم عمل بکنیم. و ان شاء الله یکی ایتو از جلسه ها ان شاء الله ما و شما سفیر افغانستان هستیم در ترکیه، با هم ان شاء الله در افغانستان با هم ببینیم ان شاء الله. و افغانستان همیشه ان شاء الله امی جوانایی که در نوید هستن ان شاء الله در آینده وزیر صاحبا و انجینر صاحبا و دکتر صاحبا ان شاء الله ببینیم. باز امی خاطره ما و شما باشه که یک ترینر آمده بود، یک مشاور آمده بود با ما او وقتی تو گفتن اوه ما خال وزیر شدیم، ما خود دکتر شدیم، ما خود انجینر شدیم. این احلام نیست، این گپ یقظه است. تشکر از لطفتان و باز هم تشکری میگم از برادرای نوید و هم از برادرای وقف احمد سلطان. و ان شاء الله در آینده هم مجالس با ما شما داشته باشیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله.